موقع افطارم برادرها، خواهرها، حتی المقدور مقید باشید نماز رو بخوانید و افطار کنید. ثواب دیگری دارید قبل از افطار نماز بخوانید، اجر و مقام و ثواب و درجه و با عطر دیگری، جلوه دیگری دارید نمازتون انشالله. بعد از نمازم که میخواید برید تو خانه و سر سفره رسیدید، اولی که نشستی سر سفره عجله نکن برای افطاری را، در 14 ساعت 15 16 هرچی صبر کردید 2 دقیقه دیگه صبر کن، دستات بلند کن سر سفره برای فرج امام زمان. برای فرج امام زمان هم دعا بکن، خدا میدونه دعات مستجابه. چند طایفه دعاشون مستجابه. یکی شخص روزدار موقع افطار حضرت فرمودن دعاش مستجابه، خب دعا بکن دیگه برای فرج امام زمان که خدا من نجات بده شیعه را، خدا میدونه.